دارم ضبط میکنم، خبرت بیا ایشالله ببینم اون روزیو که من از شر تو راحت شدم. غزاله نمیمیری که تو مگه به این راحتی ها میمیری؟ وای جونی از من میگیری تو بمیری. مهاجرت هم کنم بیام اینجا پیری کوریات میافته گره یقه خودم. بیا گم شو. سلام من مخاطب عزیزم، من باید تمیز بیامم. الان تمیز شدی؟ تو تقریبا از ساعت 8:30 به من میگی یه زنگ به من بزن. من نیم ساعت بعدش بهت زنگ زدم، هنوز داری میچرخی، با من حرف نزدی. ببین اگه میخوای زلزل کنی، خب چه غلطی میخوای بکنی از اونجا که انقدر مکس کردی؟ خب میخوام زرزر کنم، چه غلطی میخوای بکنی؟ اوکی why not؟ اوکی الان نمیخوام بپردازم، فعلا بذار ببینمش. ببین یه بار این برنامه رو ضبط کردیم بچه ها. یه 3-4 ساعت همینجوری آمد. بابا رناتوه پیچوندی؟ ببین چرا امید بستی من بیا اونجا خرجتو بدم. یه کاری کردم من سر کار، من همش می‌ترسم بابت اون باشه. خوراکی پیچوندی دوباره؟ کار بدتر. احتمالا دزدی کردی. اصلا دزدی نکردم، اصلا هیچی. خب چی؟ ببین ما توی گاردن یه گیت بزرگ داریم. نذار به اون چیزی که نگو که به اون چیزی که فکر میکنم شده غزل. نه وایسا زلزل نکن. بعد یه گیت داریم، ما معمولا یکی رو میذارن اونجا اونو ببینم، نمیدونم ساعت 6 هم درشو دیگه میبندیم و هیچ وقت نبا اون در رو تنها بذاریم چون مشتری میادنه دیگه. در جریان یه دسته مثلا رجیستری هم اونجاست که من پای اونم یا فرمیش یا بالاخره یکی اونجاست. بعد میزنم تیر خبره برمیدارم دیگه، مثلا فرمیش در 6 میره، مثلا یه روز در میبنده یه روز در نمیبنده، اصلا معلوم نیست چه خبر. خب من همیشه حتی اگه شیفت در باشه هم نگاه میکنم در بستن یا نه، اینجوری حواسم باشه که در ببند. خب بعد رناتا همیشه به هوامو داره میگه که آفرین تو میدونی در چجوری قفل کنی. مثلا قفله اونم روال بود، زنجیر و قفل بلد. اون روز رفتم دیدم در بستن، رفتم نگاه کردم بیا رناتا میگه قفله اینجوری تقریبا بزنه که چفشه. خب گفتم بیا درم که بستن، این تقریبا نزدن، زدم و بسته شد. همین از یهو نگاه کردم دیدم این از تو یکی زنجیره رد نشده بوده، همینجوری افتاده بوده. دوزو بده باشه رفته چون دورونا چک کرده فقط یه احمق اینجوری زده. چی؟ اخراجت میکنن دیگه ایشالله از اون. همینجوری شل نشستی تو آدم دیگه هیچی نداری هستی. خب دیگه چی بش بدتر از این چی بشی؟ خب حالا مثلا بیرونت هم بکنن تو دیگه کفی، یعنی تو هر زمانی شروع کنی از خاک شروع کردی. میدونی اینجوری نیستش که یه اعتباری داشته باشی بگی وای اخراجم کردن. نه تو هیچی نیستی، حالا اخراجت هم بکنن دوباره هیچی نیستی. ببین میخوام بده که حالا تو فرمایی که اینجا داشتم فرم پر میکردم اصلا پرسید تا حالا هوملس بودی یا نه. خب بودی. من برای تکراری هم گوشی چک میکنی اون وسط ها، اصلا تو فضای خودتی، اگه چیزی اذیتت میکنه بگو. نه آخه داری خودتو خیلی گنده میکنی، هرسم میگیره. غزل لباسامون دوباره سته.
اینقدر برات خسته کنندم؟ آره غزل لباسامو سته؟ رنات گفته به من کال بک کن پلیز. تو به خود جلو من زنگ بزن جون من، خیلی دلم میخواد ببینم داره امام حسین. اصلا برام مهم نیست، حوصله نداره حالا رنات حرف بزن. حالا ول کن آقا، گوشی کنار دیگه، برو اون بر. نکنه یه جا رو آتیش زدی اومدی اینجا. غزل این تماسا بیشتر از یه باز گذاشتن دره. نه اصلا چرا داره زنگ میزنه؟ این رناتو نه. نکنه فهمیدم. البته ویکندش از زن در زمین شیفته داره. آقا دو ساعته داریم نگفتیم. چی ببخشید ویکنده؟ چقدر میخواد بگی بریم بیرون؟ روابط خارج از کار داری با چیز؟ با رناتو؟ چرا الان حرف زدی؟ نه گفتی چون ویکنده شاید گفتی زنگ بزنه بریم بیرون. ببین اگه با این فکری که میخوای بیا اینجا دلار در بیاری از الان بهت بگم ریدی. بعضی احتمال میبینم 800 والمار کار میکنم. خب اصلا این فکری اصلا فروشگاه شلوغه فقط یه زنی در قفص بچین. ببین پریز تو رو خدا اینا رو به من بگو اگه فکر نمید رفیقه یه در خفه شما اینا نگفتیم که میخوایم چی کار کنیم سری جدید. آقا این برنامه نیست. چی نیست؟ خب همین ویدیو کاله، میدونی واقعا ویدیو کاله. حالا یه ساعتمونو که میشه تقریبا هر روز شاید هر یه دقیقه براتون به اشتراک بذاریم. ببین ما امروز واقعا خیلی یوهی تصمیم گرفتیم که ویدیو کالمون رو ضبط کنیم، ولی قبلش به مخاطب دروغ میگیم. ما که امروز گرفتیم، ولی قبلش یه بار دیگه همین ویدیو کال رو گرفته بودیم، ریکورد کردیم، صدا نداشتیم. دقیقا مثل الان تست کردیم، ریکورد کردیم و صدا نداشت. الان دوباره داریم هم کار میکنیم. احساس میکنم واقعا کاش همون برنامه اولمون صدا داشت. برنامه‌های شب شعر و محمد اصفهانی شده من تو سکوت. آره چرا هیچی نمیگی؟ چی بود؟ افکت بود. قطع کن، خیلی بد شد. ویدیو کالو باشه، ویدیو کالو ای فکر بگم که ویدیو کالو قد دیگه قد غزاله حیوان مگه مردم علاف ما هست که برای اینکه تو بتونی تو آمریکا پول نری باید محتوای کسچره تو باش به اشتراک بذاری؟ این چیه آخه؟ دوباره لباسامون اینجوری شده، من سبزم تو توسی. ببین نور دیگه بابا، رنگ واقعیش ولی اینه. بعد غزل جدی از پیروز که با هم برنامه گرفتیم یه لباس تو تنت بدتر شده. ببخشید جاختر شدی. بعد نمیدونم چرا برای تو اون شکلیه. اینجوری من چرا اینجوری اینقدر گوشاده برای تو؟ مال تو خیلی کوله. ببین اینجوری دادی بالا آقا باید چرا اونجوری میشتم. انگار بابام بخواد دست نماز بگیره. چرا دادی بالا؟ من اسکیدی که مثل نمیدونم. من امروز قرار دارم لیک. آها ببین غزاله تو فارسی تو ببین زبان مادری تو اشتباه حرف میزنی، زخمم کند نمیدونم فلان. تو اصلا واقعا فارسی رو به مشکل حرف میزنی. رفتی اونجا که گوگیجه تمام گرفتی، چون نه به زبان مادری، به زبان سکن لنگویج هم هیچی. سکن لنگویج خودم پیروز بهت گفتم آره یادت نشد. چیز از خودت نمیگی. بعد تو به من پیام داد بهت میگم که چرا نرفتی لیک؟ من قرار نبود بری، حالا بهم میگی بیا چیز کنیم ویدیو کال کنیم اینجور کم. از دارم فارسی تایپ میکنم. فارسی. آخه خدا رو شکر. استورم میخواست بیاد لیکو تعطیل. ببین من که از اینجوری خوندم
استوری میخواست بیاد لیکو تعطیل کردن. لکو کجایی دا؟ لکو گفتم یا کجا میدونه لکو به گیلکی میشه دختر. استوریس هم میخواست بیاد لکو تعطیل کردن. بعد من فهمیدم گفته استور هم میخواست بیاد لیکو تعطیل کردم بیب. خیلی طبیعی نیست لیک میخواستیم بریم، چرا لیک تعطیل میشه؟ استور میخواست بیاد. اصلا من لیک هم نفهمیدم. من گفتم این لبه که نمیدونم. شما شلیل دارین اونجا؟ آره دیروز خراب شد انداختم. ولی واقعا تو قوت قالبت عوض شده. مایه سمن میخوری با نمیدونم کره سرخ شده تو مارگاردن با خاویار روسی و چی غذا ریدم تو خودم. امروز گذاشتم خونه رو سفت و سخت تمیز کردن. خب بگو به تمرک چیکار داری؟ دیگه رسیدیم به اینجا که صندلی بردم بالای هود و کابینتش دستمال بکش. آقا ما چه گوی میخوریم واقعا چیکار میکنیم؟ باز کردم همه چی مرتب بیا میگه سوس کردم. یه ذره دستمال کشیدم یه چیزی گفت کلیپ. یه سوسکه کوچولو بود. خب اصلا بهم توجه نکرد، افتاد، حتی ندیدمش، پشتشو کرد رفت. 2 شاخ اینجوری هم پشتش داشت که با همونا گاز میگه. وای رناتو چی کار داری تو؟ میشه یه دقیقه جواب بدی؟ استرس گرفتم به قرآن، خواهش میکنم قطع کن برو. نکنه یه گندی زدی تو این باب اسفنجی دیگه غزاله، حالیت نمیشه که. مطمئنم توی یه کاری باید فضولی کرد. زده just call me back, don't forget to call me back, I wanna tell you something. بردار تو داری میوه میخوری واتسا؟ کجا رفتی؟ اینو بیارن. جعبه میدم. چی میخواستی ثابت کنی؟ ها؟ چی رو میخواستی ثابت کنی؟ غزاله خیلی ازت دور بود این چیزا. بابا این کیسه‌شو که میخریم چون حال نشه بریزم تو ظرف بشورم همینجوری آورد. میوه خشکه؟ نه دیگه میوه خشکه. چرا کیسهش اینجوریه؟ مگه نباید تو این پلاستیکا بریزن؟ کدوم پلاستیکا؟ بابا چرا اینجوری میکنی؟ میرفتی تره بار میخریدی. آها اونا هم داریم دیگه. الان بیار. چه آدم شدی تو. از ایران بردی؟ نه بابا مال بالورده. روش اینا داره. یا میگه شهرونده. چقدر خوشگله همه چیشون. برای ما چرا انقدر بزرگ؟ یه دونه دیگه هم داریم انقدر کلی بازه به خاطر این کوچیک آدم ها اینجا تک میوه میخرن چون ندارین دیگه، بی پوله. ما واقعا تو ایران یه جور دیگه است اونجا. نمیفهمم که الان پول دارترم یا اون موقع. میفهمی چی میگم؟ میخوایی زنی بزنی نه؟ ببین آخه با خودم قول داده بودم که باید هیچ کاری نداشته باشم.
غزاله به خدا اگر با مثلا فول فاند تحصیلی رفته بودی نباید انقدر پوز میدادی که با یه بخت آزمایی ساده رفتی آمریکا. بالاخره ببین دیشب رفتیم یه جا. خب بذار اینو بگم. اولا که من چرا اینجوری میکنی؟ نشد دیگه. ببین من دیروز بگم بنال یه دارم صحبت کنم میخوام یه گیلاس بکنم. خب نخور 2 دقیقه. برنامه‌های بعدیمون لباسمون چی باشه؟ میخوای همین باشه؟ همین میمونه بچه. از ما دیگه تغییر لباس نداشته باشه. آخه با نمکیش بینه که شکل هم باشه. اونجا پیش هم بودیم میتونستیم، نمیتونیم دیگه همین دیگه. باید یه جا نشون بده آقا ما تو لایف. مثلا میتونی برام هر سری 10 تا لباس نایکی و اینا آدیداس بیاری بگی تو برنامه‌مون بپوشیم ست باشه. نه معلومه. الان مثلا یه من مشکی بودم تو مشکی نایکی کوچولو این چی؟ اوکی. همه بحث میکردم مال من نه که اورجیناله، ولی مال تو مثلا رفتم مزونه باران. خفه شو. ببین تو میاری برام دیگه، به همه میگم غزاله برام آورده. مردم این راحتی باور میکنن. تو مخاطب چی کار داری؟ اینو بگو چند خریدی دوباره؟ جون من رود شد اصلا اعلام کنی حیوان. چرا بالونه رو نوردی نزدیکت؟ نه تو کادره نه تو هیچ اینجا دستاش از صفحه زده بیرون. قشنگه. چی کار دلارش داری؟ الان دلار چنده اونجا؟ اونجا کجاست منظورت؟ کشور. اونجا برو خودت چک کن. اینجا مگه اسم نداره کشورت میگی؟ کشورت گشنه. باید داره خوش بگذره. آخه ببین واقعا هنوز به هیچ جایگاهی نرسیدی غزاله. پریناز دیشب رفتم یه دونه چیز، بچه هم خواستم برن یه کافه توی پیجش دیدم خوشگل بود. خب خوشگل و اینا، ولی بازم نمیفهمم. اونم یه کافه است دیگه بریم. بعد من گفتم که من نمیام به چند دلیل. یکی این که خیلی خسته بودم، صبحش 1 ساعت مرخصی گرفته بودم که پاهامو نازنازی کنم که انقدر حالم بد برم سر. گفتم خستم. 2 مسئله خیلی مهم چسخوریام. گفتم $50 با اون $20 همه رو میذارن که ماشین خراب شده دوباره بدیم پول روغن ماشین. آها تو اونجا هم چسخوریاتو آوردی؟ آره دیوونه اصلا تو مشکمه چسخوری داشت. بعد گفتم که چیزه، گفتم بعد خودم پرسیدم دوست داری به جای شلوغ؟ گفتم نه. گفتم پس میریم استخر چیل میکنیم، بعدم شب بیا آروم بخواب و صبحم که میخوای بری لیک. وای خوب شد رفتم. بود یهو پیچیدم تو محل، انگار به خدا سر خیابونمونو پیچیدم. گفتم ای محمد نقاش داره یه آقا سیاپوسته پیچه اینجاست. یه پیچه دیگه یه استاپ ساین دیگه بایستنده یه آقا زاله است، مرد پیر اسکی بازی میکنه. اسکیت چیه بردم اونا بازی میکنه، داشت والیبال ساحلی بازی میکنه. چرا تو تا حالا موقع شب بیرون نرفته بودی؟ چرا همیشه اینا رو میگم آشنای دیگه شناختن این اون. گفتم بابا اینجا هیچ انگار سر کوچه‌مون پیچیده. پروین خانم آقا پرویز گفتم بلند شو برو یه جای جدید ببین، دست از سر من بردار. زنگ زدم بچه گفتم ما یه رو دیگه میخوایم بریم. گفتم وایسید من میام. حاضر شدم رفتیم. پریناز یه کافه ادایی شبش از خود در میادی چیکار میکنی؟ اینجا رو گرفتی زیر بغل تو داریم چیکار که ما ویدیو کار نیست که بابا کاری دستم درد میکنه. ببین یه جای ادایی متفاوت قشنگ. ببین قشنگ بزن تو یوتیوب از اینا که لیت نایت یا همچین چیزی، همه وایستادن فقط با هم حرف میزنن و یه قیافت اینجوری میکنی که میدونی کامل چیه. تو فیلم ها دیدم خیلی باید قشنگ باشه نه؟
از اینا که نور همه کمه داکل هستن. استایلا رو بهت بگم، استایلا واقعا خارجی بود. از اینا که چیزه توی این فیلم ها هست یه کاف هست که دوره هم بایستادن با کلاس و ادایی هم. نه تازه میخوام بهت بگم اونو دیده بودم، این نرمال کافه ها. این یه چیزی بود که انگار دیجی داشت ولی همه داشتن حرف میزدن، اصلا یه وضعیتی همه داشتن حرف میزدن. بعد میخواستی بریم اون سالانه، نشد، تا نصفه رفتم این نزدیکای امام حسین، نشد، برگشتم. بعد خیلی خارجی و ناز بودن، استایلاشون با خیلی فاصله. بعد شما چجوری بودین؟ خیلی بد. به خدا میدونی قیافت برام چجوریه اونجا؟ آدم تصور میکنه یه چیز کوچیک بی‌حوصله که یهو به وجد اومده، بعد زشت و چاق. کجا میری یهو؟ شعور نداری؟ غزاله به خدا قبل ویدیو کالمون خب واقعا دارم میگم اصلا اسکولم در رفته بود. گفتم که انگار که هیچ وقت الان زبان حتی در حد A و B و C نخوندم. اینجوری بودم که قشنگ گیر کرده بودم. گفتم وای خدایا اینجوری که داری دهن منو سرویس میکنی. غزاله هم گزم گرفتی. الان اگه بود میرفتم دم خونهشون میگفتم بیا پایین، اونم با اون تیپ تخمیش میومد میگفت کیفولم هم جا گذاشتم. کیفولم جا، چون آدم لاشخوری نبودم باورت میشدم. یعنی تو پول سری هم گول میخور. تو گول میخوری؟ تو گول میخوری توسط من؟ اصلا برو یه توی نظرسنجی بذار. مامانم داره زنگ میزنه، وای ویدیو کال اینجا هم هست، بگم نکن. رناتو به مامانت نکنه زنگ زده. جدا تو بیکس و کاری اونجا چیزی تش بکی زنگ میزنم. چی میگی؟ همون دیگه یه دقیقه بایسته الان سه میگم نسبت جای بیکس و کاری. یادت برنامه قبلی زر زدی گفتی پول ندارم، 2 تا طلا رفتم خریدم، بعد از اون رفته بود 2 تا طلا خریده بود اومده بود. همین گفتم یعنی چی؟ میگفت باورت نمیشه، منم نگفتم من این کارا نمیکنم. الان فهمیدی هیچی نداری یعنی چی؟ تو میای خونه شیرتو ننت خریده، نمیدونم ماشینتو کی، حالا تو همین کمک هزینه میدی. من اینجا نزدیکترین آدمی که میتونم ازش پول قرض بگیرم کسی که تازه 8 ماه میشناسمش. خیلی دارکه. طلامو دیدی؟ کی؟ چقدر داشتی تمام این تا طلاهاتو نشون میدادی؟ ماما ما رو برنامه مگه بشه دیگه این سری زد چه؟ سلام عشق من. سلام عشق من، خوبی؟ چطوری فراد؟ پروانه اصلا چک نمی‌کنه مسیجاشو واتساپو هیچی. الان ول کن، مامانم چیز گرفته دیگه. ماما چی برنامه‌ای برای چی داری راجع به ویدیو کال ماما نگی چی کار کردی، ول کن. حالا ببین انگار من و غزاله پیش همیم، تو خارجی بهت زنگ زدیم، اینقدر ما الان کنار همیم. آره راست میگی. پس من کجا آمایی؟ من خارج نیستم. فریشان دلم برات تنگ شده عزیزم. دل منم برات تنگ شده قربونت برم، میام میبینمت زود. بذار دارم اسکرین ریکورد میکنم ببینی مامانم چه بدیه. مامان بهتر ایشالله. ها بگو. منو خواستار ممنون بذاری به این تحریم نسپاری یا این اصلا من دیوونه کنه. همش میگه که چیز
نشنیدم مامانت چی گفت. گفت اگه میخوای بری منو بذاری خونه سالمندان پیش این نذار. چرا؟ هر روز علکی میگی میخوام من بهت سر بزنم. ماما از این برم هم اسمش توی سهمون ارث خط نخوره. دست نویس بدی خود باباشون. ببین اگه مثلا به من بگه من نمیام من راحت به زندگی میرسم، ولی این که هر دفعه میگه عزیزم قرصات میخوری یه بسته قطره نارنجی برات فرستادم اونا رو قاطی کن تو آب شبا بخور. ماما حالا سوال من از تو اینه تو چرا به این گوش میدی؟ چند بار بگم این همین جوریه مامان. خب ماما من ساده من مادر تو هم دیگه، من تو ساده بسی جان تو مامان از دست چقدر مامانت بانمک غزله. حیوان من کی به ننه پیرت قول دادم برم بهش سر بزنم؟ هر روز بهش میگم یا من فوش میدی یه مطلبی بین خودتون دوتا بود چرا به من فوش دادی؟ ببین به خدا اگه نمیشناختمت میگفتم چقدر دگوری. مامانم خدا بزرگه کرد. خب مگه الان چی میگی؟ غزله تابلوی من و تابلوی تو رو به قرآن تفاوت دید من و تو چی آخه واقعا؟ بچه رو نمیندازی دور پرینار قشنگ سفید بوده ببین که سفیده. ببین این کار مثل الان دیدیم مچه دادن چت جی پی تی مثلا کارتونیت کنه. اون موقع که مثلا ما تینیج بودیم الان میلفیم دیگه. خب اون موقع که تینیج بودیم دوست پسرها این کارا میکردن. خب برشون نمیندازیشون. ببین واقعا اونقدر زشت نیست. کاش میشه زومش کنم نمیشه. نه کنم بر بچه تنت کوچیکتر اینجا خیلی کشیده. چرا اینقدر چرا اونجا داری؟ چرا کشیده؟ نه بازی تو نه بده بالا. چقدر کشیده است یا مال من کوتاهه. آخسم غزله میخوام شهریور برم ورزش، تو هم بیا با هم بریم. الان چی؟ آگست مگه نیستی؟ نه وسط مرداد ما اول آگست شماست. نکنه خدا فهمیده به این لعنتت کنه غزل، خدا لعنتت کنه. اینجا باشه چرا شدیدم زین برنامه چرا بس؟ چرا بسم؟ میگم رناتا نفهمیده باشه به این برچسب $10 زدن. همین به چقدر خدا کمک کردم که رناتا نمید به خدا بفهمه. خیلی استرس این موضوع رو دارم. خیلی سال چی کار کردی؟ ببخشید برچسب $10 گلدون بلند کردی؟ نه خیر این گلدونه رو من خیلی دوست دارم. خب از اولش که رفتم والمارت هی مثلا دوست داشتم بخرمش ولی این $25. خب بعد نخریدم تا اینکه بعد از ظهر من فرستاد گفت برو همه گلا رو بزن آف و اینا برچسب بزن. منم همه رو زدم نصفش هم خوش زده بود. خودت تعیین میکنی چقدر باشه قیمتش؟ نه یه درصدی داره اونجا تو اپ میزنی اسکن میکنی بارکدشو مثلا میگه 61% میتونه آف بخوره انقدر. بعد همه رو اسکن کرده بودم زده بودم 12 ظهر نصفش هم خودش زده بود که شامل اینا میشد. من رفتم اینو بخرم همشون تگ داشت جز این. بعد امیلیو بهم گفت پرینتر که داری خب یه دونه تگم برای این بگم بزن اینجوری. بعد از اون رفتم بخرمش تگم یکی برایش هم چسبوندم میگفتم من اینو آنباکسش کردم یک ماه بهش گل دادم چرا تخصیصی داشته حتی من نبوده من خودم
آب دادن، همون بود که سوسکه توش پرید بیرون. تو اگه روت میشد میفتی من اولین بار پرینازو پیدا کردم، این باید بردش من بشه. وایسا حد من دنگ بده. به خدا تو آدم عجیبی هستی. اصلا آدم فیلم پیرپسر رو دیدی؟ نه کجا ببینیم؟ تو دقیقا شخصیت حسن پور شیرازی. حسن پور شیرازی کیه؟ چی کار تو میکنی؟ چطور حسن پور شیرازی رو بلدی؟ زیاد آدم مثلا مطرحی نیست، مثلا پیج که شجریان نیست. داریم مادر عزیز، پیج که داری بپرس این حسن پور شیرازی بچه ها کیه، چه فیلمی اخیرا بازی کرده، خوب بوده یا نه. همین. من کاری ندارم، میگم چطور تو یادته؟ آقا فیلم مطرح تهران الان. تهران الان کی باشه، میپرسی؟ تو پایتخت نشینی. از کی داری میپرسی؟ آقا این آقاه میشناسمشون. شما بچه میشناسیم، نرید سرچ کنید داره این آقا هست. آها چرا همینه. اینجا تو مختار بوده. اینا کجا بودی؟ همه فیلم معروف داره. این به خدا یه لحظه ریدم تو خودم. آها همینه. بله دیگه خدافزی کنی. یعنی چی؟ چه طرز حرف زدن؟ ساعت چند دقیقه گرفتی؟ من کجا میتونیم بفهمیم؟ این پایین نوشته 40 دقیقه. کاری نداری؟ ولی خوبه دیگه. آره ولی دیگه واقعا خسته کننده میشی تهاش. نه به نظرم. نه خودتو میگم، کلا ما هر وقت حرف میزنیم تو تهش من خسته کننده میشم برات. والا تا از سکانس اول همینجوری، اگه بحث توه که از سکانس اول من برات خسته کننده بودم امروز. خب یعنی انقدر خسته کننده که حال نداشتی صفر برینی بریم مثلا یه جایی باشه. تو برجی؟ بگیم آره دیگه. آخه میدونی برنامه‌های خبری ازش میخوام تو برجی؟ من فکرم مثلا اینو بهم گفتی من میگم جلو رفقا ایرانم گفتم. یه لحظه یادم رفت خونه چه شکلی بود، جدی میگن. ببین تو میری بیرون یه خونه هایی که دور استخره اون خونه های شماست، یعنی تو به استخر ویو داری؟ نه تو پشتیاشی. آره ولی خیلی اون محوط قشنگه ها، جای خوب زندگی میکنی. بعد فرهنگش رو چجوری تو خود جا انداخت؟ آره جای خوبی زندگی میکنم. ببین مثلا نسبت به شرایط خودم خب مثلا من دوست داشتم بیشتر آمریکایی باشن و اینا تا هندی. من میدونم فرهنگی بالا شهرنشینی تو خیلی ازش دوری، چجوری تو خود جا انداختی؟ نه اونقدر بالا نیست دادش، خیالت راحت. هم تراپارتی چند لباس قشنگه اینجا تو تن من نگاه کن. خب یکم صاف بشین ببینم. نه این نیست، چرا منگه باشم این بندایی چرا با دست شستی یا میندازی تو لباس ماشین لباس شویی؟ هیچی اینقدر که بدنم گوش داره اینا میرن تو شکل کار در میارن. من هر سری میدم، الان من خیلی آخه اینو پوشیدم میدمش به خوششویی چون آمریکاییه، میترسم با آب و هوا اینجا سازگار نه چه مواظبش نباش. خب معلومه تو مهدشی. من ببین البته کار چیزی نمی کنی. منم ایران بودم تیشرت ها میدادم خوششویی. چرا الان دیگه اونجوری نیست؟ همینجا رفتی چرا ببین انقدر الان برام دور بود که یه لحظه فکر کنم اینجا خوششویی داره که مثلا میگی شلوار ما رو خوش بکنید. اصلا فکر کنم مجموعتون لاندری داره، حالیت نمیشه که. اگه هتله بابا مجموعتون لاندری داره تو حالی میشه. چی شد که من اینجا دارم زندگی میکنم؟ او چقدر حقیری پریناز، حالیم نمیشه. ولی تو با عکس اینجوری کاری نداری؟ نه. بچه خداحافظ، خیلی خوشگل. حالا نمیدونم
اون قبلی خیلی بانمک‌تر بود نبود؟ من اینم دوست دارم. فضل من نمی‌کنه شبیه چه حیوانی شدم؟ ملخ. مگه ملخ حیوونه بیشعور؟ پس چیه؟ ملخ حشره است. بالاخره همشون حیوونه. نه ملخ جز حیوانات نیست، جز حشرگانه. سوپر. خیلی بانمکی. ببین این انقدر مثل صورتش جلو که نور بخوره. آره این اصلا کوچیکه اون ته وایساده نمیره. بهت گفتم غزل من این سری بخوام خیلی هم اصلا خودمونی وارد شدم این سری بخوام آزمونم و ثبت شدم کنم میتونم از پیمنت تو پرداخت کنم. میگفتی چرا باید با پیمنت من پرداخت کنی؟ فکر کن من نرفتم خارج. روتینته میگی همیشه میدادم ایرانی کارت مثلا بخوره الان میدم تو به زور کارت موبایل بانک نداشت یعنی کارت و کش و اینا حالا الان من میتونم از چی باید میخوای سفارش بدی؟ نه من میدونم که من میرم خودم میره $1 میخرم. بعد این میخواد مثلا یه دونه برند علایوفا گرفتم برای خودم. بیشعور میخوام آزمونم رو ثبت نام کنم. نه بابا الان بکار به خدا همون موقع من اینو گفتی نه بازم نه فکر کن نرفتم. بعدم یه چیزی گفتی فکر کن من اینجا باید مستقل باشی رو کمک من حساب نکن زیاد. ببین من یه وقتی این کارو میکنم تو این شرایطی که بگم نزنی یا من پولشو میدم. وقتی میخوام خودم رو به این حقارت بندازم که از تو بگیرم پولشو اصلا این کار میکنم. کاری نداری؟ برو زیاد شدی هی کاری مامایران شدی هی کاری نداری دوباره یه حرفی میزنی. بچه ها خوشحال شدن. دوستتون دارم. خدا نگهدار.